این گربه رو وقتی رفته بودم سر خاک ننم مزار پیدا کردم. خوب یادمه یه گوشه خودشو مچاله کرده بود، خیس، زخمی، داشت میلرزید. نمیدونست کجا بره، به کی پناه ببره. معلوم بود مادرش یا گمش کرده یا چی شده، مرده. نمیدونم، خدا میدونه. خلاصه دلم سوخت، به دلم افتاد برش دارم بیارم. گفتم خرجی نداره که، اینم پیش گربه خودم بزرگ میشه. زخماش آوردم، بستری کردم، بستم با بانداژ، بهش غذا دادم. یکی دو روز حالش خوب بود، نفهمیدم چی شد. خوابیدم، پا شدم، صبح دیدم مثل یه سنگ مجسمه صفر شده، بیچاره بود، مرده.